تا حالا فکر کردی زمین زیر پاهامون چه گنجی رو توی دل خودش پنهون کرده؟ یه دنیای درخشان و زنده از کانی‌ها. کانی همون ماده‌ای طبیعی و جامدیه که در دل زمین و از دل سنگ‌ها به وجود میاد. هر کانی ترکیب شیمیایی مخصوص به خودش داره. ساختارش منظم و بلوریه و جالبه بدونی که بیش از 5000 نوع کانی تا حالا کشف شده. بعضی از کانی‌ها توی دل آتش فشان‌ها شکل می‌گیرن. بعضی توی عمق دریاها یا در فشار زیاد کوه‌ها. همین تفاوت شرایط باعث میشه رنگ، شکل و سختیشون با هم فرق کنه. از همین کانی هاست که سنگ های قیمتی به وجود میان: فیروزه، یاقوت، عقیق، زمرد، اپال. هر کدوم از اینا فقط یه سنگ نیستن، یه قطعه از تاریخ زمین آن که میلیون ها سال طول کشیده تا ساخته بشن. بعضی‌ها به انرژی خاص کانی‌ها اعتقاد دارن، میگن هر سنگ ارتعاش خودش رو داره، میتونه روی روح و ذهن آدم تأثیر بذاره. چه باورش داشته باشی چه نه، زیبایی و راز کانی‌ها انکار شدنی نیست. دنیای کانی‌ها پر از رنگ، انرژی و شگفتیه. یه ترکیب از علم، هنر و زیبایی طبیعی. اگه عاشق دنیای سنگ‌ها، طبیعت و رمزهای زمین هستی، اینجا همونجاست که باید باشی. من هر روز ویدیوهایی درباره کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی میسازم. پس اگه میخوای با دنیای درخشان زمین همراه شی، حتما دنبالم کن.